با نام و یاد خدا. درود و سلام خدمت شما عزیزانم. دوره مقدماتی برنامه نویسی با زبان سی رو با بخش سوم ادامه میدیم. این بخش شامل چندین قسمت هست که اولین قسمتش کلمات کلیدی و شناسه ها هست. خب در این صفحه کاراکترهایی که در زبان سی استفاده میشه رو ملاحظه میکنید. شامل حروف انگلیسی، شامل ارقام و یک سری کاراکترهای خاص هستش و ما در کدهای زبان سی میتونیم از اسپیس، از کاراکترهای نیولاین، کیژیتن و تب اینها استفاده بکنیم. البته اینها نیاز به حفظ کردن اصلا نداره، خیلی معمولی هست، فقط اینجا جهت آشنایی و تکمیل مبحث این جدول و این شکل آورده شده. در این شکل کلمات کلیدی زبان سی در استاندارد 3090 و 3099 رو ملاحظه می‌کنید. زبان سی همونطور که گفتم یک زبان میانی هست و زبان کوچکی هست، کلمات بسیار محدودی داره. همونطور که در این صفحه شما ملاحظه می‌کنید در حدود 30 کلمه رزرو شده وجود داره در زبان سی. خب بپردازیم به تعریف شناسه یا آیدنتیفایر. کلماتی که کاربر تعریف میکنه در برنامه رو ما بهش شناسه میدیم. شناسه ها برای ساخت و نامگذاریشون قواعدی دارن. اول اینکه شناسه ها باید از حروف تشکیل شده باشن، از ارقام تشکیل شده باشن و آندرلاین یا خط زیر. اولین کاراکتر یک شناسه رقم نمیتونه باشه. یک شناسه از کلمات کلیدی نمیتونه باشه، یعنی شما نمیتونید یک متغیری تعریف بکنید با نام ایف. اینها کیورد هستن، کلماتی که در زبان تعریف شدن بهشون کیورد میگیم و مجددا توسط کاربر نمیتونن استفاده بشن. در طول کلمه محدودیتی نداریم، ولی خب بعضی کامپایلرها محدودیت 31 کاراکتری رو دارن و اطلاع داشته باشید. در این اسلاید نمونه هایی از نام شناسه ها رو ملاحظه می کنید. مثلا لغت A، لغت AB 23، لغت سام، لغت یا آیدنتیفایر sum of numbers که همونطور که میبینید برای جدا کردن لغات این آیدنتیفایر از آندرلاین من اینجا استفاده کردم و آندرلاین سام، آندرلاین پر، فیبو، اینکام، اینها نمونه هایی از شناسه هایی هستند که ما میتونیم تعریف کنیم. خب بپردازیم به انواع داده های ساده ای که در زبان سی وجود داره. ببینید ما
دو جور داده داریم در زبان سی. داده ساده داریم، یا عدد صحیح هست یا عدد اعشاری هست. عدد صحیح شامل اینت و کر هستش و اعداد اعشاری شامل فلوت و دابل. در جدول بالایی شما ملاحظه میکنید. خب برای این انواع داده‌ای ما یک سری پیشوند یا پریفیکس میتونیم استفاده بکنیم. به عنوان نمونه اگر من یک عدد صحیحی داشته باشم، میتونم اون رو با unsigned که در ابتداش میاد فقط مشخص بکنم که این عدد شامل اعداد مثبت خواهد بود و signed هم به عنوان اعداد علامت دار نوع داده‌ای من رو علامت گذاری میکنه که جلوتر که بریم مثال بزنیم دقیقا جا میفته براتون. از نظر طولی هم ما میتونیم شورت لانگ و لانگ رو به ابتدای اینها اضافه بکنیم. شورت مختص داده اینت هست، لانگ مختص داده اینت و دابل هست و لانگ هم مختص داده اینت هست که میتونیم جلوش قرار بدیم. خب ببینید لحاظ طولی داده نوع کر 1 بایتی هست. اینت ما 2 بایتی یا 4 بایتی هست. نسبت به سخت افزار و کامپایلری که داریم استفاده میکنیم 2 یا 4 بایت هست. چنانچه شورت رو جلوی اینت قرار بدیم، نوع داده ما 2 بایتی خواهد بود و چنانچه لانگ رو جلوی اینت قرار بدیم، داده ما 4 بایتی یا 8 بایتی خواهد بود و چنانچه لانگ رو جلوی اینت قرار بدیم، داده ما 8 بایتی خواهد بود. فلوت خودش یک داده عدد اعشاری 4 بایتی هست. دابل 8 بایتی هست و لانگ دابل 10 بایتی یا 16 بایتی هست. خب بپردازیم به مقادیر واقعی. ببینید ما در برنامه هامون از یک سری مقادیری استفاده میکنیم. مقادیر ثابت مثل 10، 12، 3.14 به عنوان عدد پی ممکنه ما استفاده کنیم در برنامه هامون. اینها هم ساختشون واقعا قواعدی داره که ما با توجه به این قواعد باید عمل بکنیم. بهشون لیدرال میگیم. به 4 دسته تقسیم میشن: اعداد صحیح، اعداد اعشاری یا ممیز شناور، کاراکترها و رشته ها. خب اعداد صحیح خودش به 4 دسته تقسیم میشه. اعداد در پایه 10 هست، اعداد در پایه 16، در پایه 8 و در پایه 2 هست. از جهت فضای ذخیره سازی هم به 2 شکل هست: یا unsigned هست، یعنی اعداد فقط مثبت هست، و اعداد با طول مضاعف هست که با کاراکتر L مشخص میکنیم. برای اعداد مثبت هم از کاراکتر U استفاده میکنیم. نمونه هاش رو من در اسلاید قرار دادم. مثلا 1034 یا 322 یک لیدرالی، یک مقدار عدد صحیح هست. چنانچه من یک عدد هگزادسیمال رو بخوام داخل برنامه استفاده بکنم، جلوی
عددم از پیشبند 0x باید استفاده بکنم، چنانچه عدد من اکتال باشه جلوش رقم 0 قرار میدم. اگر از عدد باینری بخوام استفاده بکنم از پیشوند 0b استفاده میکنم. اگر عدد من به عنوان نمونه 45 UL قرار بدم، این عدد من به عنوان آنساین و لانگ در نظر گرفته میشه. U به تنهایی آنساین، L لانگ و کوچیک بزرگش هم تفاوتی نمیکنه. اگر از مقدار واقعی لانگ هم بخوام استفاده بکنم از پسوند LL استفاده میکنم. خب بپردازیم به مقادیر واقعی در مورد کاراکترها. کاراکترها رو ما اگر از مقادیر واقعی بخوایم استفاده بکنیم اونها رو باید درون سینگل کوتیشن قرار بدیم. همونطور که ملاحظه میکنید مثلا چنانچه من سینگل کوتیشن درونش کاراکتر آر رو قرار بدم، یا اینکه میتونم از کدهای هگزادسیمال یک کاراکتر استفاده بکنم. همونطور که میبینید بک‌اسلش x اگر قرار بدم کد کاراکتر در نظر گرفته میشه. اگر اونجا شما ملاحظه میکنید یه بک‌اسلش n و یه بک‌اسلش 0 ملاحظه میکنید، اینها کدهای کاراکتری خاص هستن که حالا جلوتر میبینیم در یک جدولی من بهتون نمایش میدم. چون حالا سینگل کوتیشن خودش برای مشخص کردن یک کاراکتر استفاده میشه، چنانچه خود کاراکتر سینگل کوتیشن رو بخوام استفاده بکنم یه بک‌اسلش قبلش میذارم و همینطور در مورد دابل کوتیشن. ولی چون حالا دابل کوتیشن متفاوت هست با سینگل کوتیشن، من میتونم اون رو هنگام ساخت کاراکتر ایتلار استفاده نکنم. خب یک سری کاراکتر ما داریم، کاراکترهای خاص هست که نمونهش رو دیدید بک‌اسلش n و بک‌اسلش 0 بود. در اینجا ملاحظه میکنید بک‌اسلش a برای ایجاد صدای زنگ هست، بک‌اسلش b برای بک اسپیس هست، بک‌اسلش f برای لاین فید هست، ابتدای صفحه بعد کرسر رو انتقال میده، بک‌اسلش n برای نیو لاین هست، کرسر رو به ابتدای خط بعد منتقل میکنه، بک‌اسلش r کریج ریترن هست، کرسر رو به ابتدای همون خط انتقال میده، هوریزونتال تب هست، موقعیت تب بعدی هست به صورت اینکه فضای خالی ایجاد میکنه برای ما، ورتیکال تب هست، خط پایین اگر در مانیتور استفاده بشه خط پایین همون موقعیت کرسر رو منتقل میکنه، بک‌اسلش 0 هست که کاراکتر نال هست، یعنی کاراکتری که تمام بیتاش 0 هست، بک‌اسلش هست چنانچه ما کاراکتری رو بخوایم مشخص کنیم به عنوان بک‌اسلش، چون بک‌اسلش داره استفاده میشه برای مقصد خاص. برای مشخص کردن بک‌اسلش از دو تا بک‌اسلش ما داخل سینگل کوتیشن باید استفاده بکنیم یا دابل کوتیشن حالا در مورد استرینگ ها. بک‌اسلش سینگل کوتیشن هست، بک‌اسلش دابل کوتیشن هست، بک‌اسلش علامت سوال هست، این رو هم به این طریق بنویسید بهتر هست،
و بک اسلش 3 تا عدد هست که اون عدد ما در مبنای اکتال در نظر گرفته میشه و بک اسلش x 2 تا رقم هست که به عنوان کد کاراکتری در هگزادسیمال در نظر گرفته میشه. خب مقادیر رشته‌ای هست که در اون سیما استفاده می‌کنیم. رشته‌ها در دابل کوتیشن قرار می‌گیرن، همونطور که اینجا نمونه‌هاشو ملاحظه می‌کنید. مثلا داخل دابل کوتیشن من لغت ایران رو بردم، لغت هلو ویرگول بک اسلش ان ورد و بک اسلش ان رو بردم. اینجا بک اسلش ان به یک کاراکتر قرار میگیره به جاش که کد کاراکتری هست که تو صفحه قبلی من براتون توضیح دادم. بک اسلش XFA هم دقیقا مثل همون بک اسلش N هست. عرضم به حضورتون که بک اسلش 012 چون 3 تا رقم اینجا هست، 012 به عنوان کد کاراکتر در مبنای اکتال در نظر گرفته میشه و به همین طریق که میبینید بک اسلش A دوباره یکی از کاراکترهای کنترلی بود که صدای زنگ ایجاد میکنه. بک اسلش سینگل کوتیشن هست، البته اینجا نیازی نیست ولی استفاده بکنیم بهتر است. و چنانچه بخوایم از خود همون دابل کوتیشن درون رشتهمون استفاده بکنیم، حتما باید از بک اسلش دابل کوتیشن استفاده بکنیم درون رشتهمون. یعنی بک اسلش دابل کوتیشن خودش تبدیل به همون کد کاراکتر دابل کوتیشن خواهد شد، یعنی به یک کاراکتر تبدیل خواهد شد. خب مقادیر واقعی در اعداد اعشاری رو ملاحظه می‌کنیم. در اینجا ببینید دو جور عدد اعشاری ممیز شناور داریم. یکی عدد اعشاری ساده هستن که با نقطه ما معمولا مشخص می‌کنیم، یکی هم اعداد علمی هستن که با این مشخص میشن. نمونه‌هاش رو من در اینجا براتون آوردم. اعداد به صورت پیش‌فرض در حالت دابل هستن. اگر ما بخوایم اعداد رو به صورت فلوت در نظر بگیره کامپایلر، F رو در انتهاش باید قرار بدیم. برای لانگ دابل هم L رو باید در انتهاش قرار بدیم. نمونه‌هاش رو در اینجا ملاحظه می‌کنید. مثلا 10.34 جزو اعداد اعشاری هست، 3.22، 0.23، نقطه 56 53، 23 نقطه، اینها مشخص کننده اعداد اعشاری هستند. ممکن در بعضی زبان‌ها مثلا 23 نقطه مفهومی نداشته باشه، ولی در زبان سی این تعریف شده هست. منظور عدد 23 اعشاری ما هست در اینجا. در خط بعدی 0.3 F هست. ما 0.3 رو به صورت فلوت در نظر گرفتیم. 0.F هست، 0 رو به صورت فلوت در نظر گرفتیم و به همین طریق که می‌بینید. اگر چنانچه اد رو هم انتهای عدد قرار بدم، اون عدد من به صورت لانگ دابل اینجا در نظر گرفته میشه، چون عدد من اعشاری هست. اعداد علمی هم که با این مشخص میشه. به این صورت به صورت نمونه من 1/2 E8 هست، یعنی 1/2 ضرب در 10⁻8، یا 21/3 E9 یعنی 21/3 ضرب در 10⁻9. خب ما مفهوم متغیر رو براتون تعریف کرده بودم. متغیرها خونه‌هایی از حافظه هستند که ما براشون نامی در نظر میگیریم و توسط اون نام به اون حافظه دسترسی پیدا میکنیم. در
دوره برنامه‌نویسی مقدماتی براتون توضیح داده بودم. خب در زبان سی ما قبل از اینکه از یک متغیر استفاده بکنیم حتما باید تعریفش بکنیم و نوع داده‌ایش رو مشخص بکنیم. ببینید اینجا نمونه‌اش رو می‌بینید. به 4 طریق ما میتونیم تعریف بکنیم. تایپ ور، یعنی تایپ اسم متغیر سمیکولون، تایپ ور مساوی یک مقداری سمیکولون، تایپ ور لیست، یعنی چند تا متغیر ما میتونیم توی یک خط تعریف بکنیم، و تایپ ور ویرگول ور مساوی ولیو، و به همین ترتیب میتونیم برای هر کدوم از این متغیرهایی که تعریف میکنیم مقدار اولیه‌ای رو تعیین بکنیم. نمونه‌اش رو میبینید. این اینت آ، یعنی اینت آی ما از نوع اینت هست. unsigned int b مساوی 10، یعنی b ما از نوع عدد صحیح هست. مقدار اولیه‌اش رو 10 در نظر گرفتیم در اینجا. short int i ویرگول j ویرگول k سمیکولون در نظر گرفتیم. سه تا متغیر تعریف کردیم. مقدار اولیه ما براش در نظر نگرفتیم. این رو حتما به خاطر داشته باشید وقتی که متغیری رو مقدار اولیه در نظر نمیگیرید براش، مقدار صفر رو در نظر نباید بگیرید برای این متغیر. شما اگر میخواید مقداری رو درون متغیر قرار بدید و در نظر بگیرید حتما باید اون رو مقدار دهی کنید، یا حالا در زمان تعریف متغیر باید مقدار دهی کنید یا بعداً توسط کد مقداری رو درون متغیر قرار بدید. اینجا کاراکتر سی مساوی کاراکتر 1 هست. کد کاراکتر 1 در اینجا درون متغیر سی قرار میگیره. دابل دی 1 مساوی 23 ویرگول دی 2 ویرگول دی 3 هست. در اینجا میبینید لانگ ال مساوی 23 هست. در اینجا اینها مثال هایی از تعریف متغیر هست. خب ما در اینجا اولین برنامه رو می‌نویسیم و یک سری توضیحاتی در این رابطه بهتون میدم. ببینید این اولین برنامه‌ای هست که نوشته میشه و معمولا در آموزش‌ها توضیح داده میشه. خط اول علامت هش یا نامبر ساین هست، لغت include و داخل علامت کوچکتر بزرگتر از لغت stdio.h استفاده شده. ببینید وقتی که ما از علامت نامبر ساین استفاده میکنیم اینها دستورات پی پروسسور هستند. قبل از اینکه برنامه کامپایل بشه این دستورات توسط پری پروسسور زبان C جایگزین میشن. اینجا مثلا include یعنی جایگذاری کن مقادیری که اون فایل stdio.h داره میاد دقیقاً قرار میگیره جای این دستور. چون من بعداً میخوام از دستوراتی مثل printf استفاده بکنم در اون برنامه، باید زبان C این رو بشناسه و تعریف کرده باشم قبلا که این رو من دارم اینجا و وقتی استفاده میکنم کامپایلر این رو مورد شناسایی قرار بده. این توسط اینکلود ها انجام میشه. دستور printf همونطور که میبینید دستور چاپ روی خروجی استاندارد هست. دستور printf دستور چاپ روی خروجی استاندارد هست. من دوبار اینجا ذکر کردم که واقعا مسئله مهمی هست. ببینید اینجا من یک خطی رو دارم با محتویات int main پرانتز باز و بسته. ببینید این یک تابع هست.
حالا من جلوتر باز توابع رو بیشتر توضیح میدم، ولی این نقطه ورود برنامه من هست. وقتی که برنامه من کامپایل میشه و وقتی که توسط سیستم عامل میخواد اجرا بشه، اجرای برنامه از این تابع آغاز میشه. ببینید هر تابع یک زیر الگوریتم هست. توابع معمولا یک سری پارامتر دریافت میکنن و یک مقداری رو برمیگردونن، مثل توابعی که در ریاضی ما داریم. اینجا هم همون مفهوم رو داره. اینجا اون اینت جلوی مین نشون میده که مین من یک مقداری رو از نوع اینت قراره برگردونه. انتهای تابع مین شما ملاحظه میکنید من ریترن صفر کردم. این صفری که اینجا قرار دادم بازگشت میکنه توسط تابع مین. چون تابع مین توسط سیستم عامل داره فراخوانی میشه، اون ریترن صفر و اون عدد صفر به سیستم عامل برگشت داده میشه. در بخش قبلی من براتون توضیح دادم که وقتی که برنامه اجرا میشه یک مقداری رو برمیگردونه. این همون مقدار هست که توسط دستور ریترن برگشت داده میشه. اینجا شما یک آکولاد باز و آکولاد بسته ای رو میبینید. این یک بلاک هست، بلاکی از دستورات هست که هر تابعی باید شامل یک آکولاد باز و بسته باشه که دستوراتش مشخص بشه. انتهای هر دستور هم در زبان سی با سیمیکالون باید مشخص بشه. همونطور که میبینید من پرینتف و ریترن رو یه مقدار جلوتر آوردم، به قول معروف ایندنتش کردم. یک برای خوانایی بیشتر برنامه من این کار رو انجام دادم. این لزومی نداره، یعنی حتما نباید این کار صورت بگیره، ولی خب برای خوانایی بیشتر و برای اینکه ما بتونیم برنامه رو در آینده نگهداری بکنیم، راحت‌تر بتونیم بخونیم، این کار رو ما معمولا انجام میدیم. یعنی یک بلاکی از دستورات که میخوایم بنویسیم، دستوراتش رو قدری جلوتر میاریم و از جلوتر تایپ میکنیم. خب مورد خاصی اینجا نیستش، بپردازیم به اسلاید بعدی. خب ببینید یک مفهوم بسیار مهم هست. ببینید مین هر تابعی رو گفتم ما میتونیم یک سری پارامتری براش ارسال بکنیم و چون مین توسط سیستم عامل داره فراخوانی میشه، چنانچه اگر بخوام از پارامترش استفاده بکنم به این طریق هست، به این طریق باید بنویسم که البته حالا با مفهومش فعلا شما کاری نداشته باشید. فقط بدونید که اینجا من پارامترهایی که از کامل لاین اونجایی که برنامه رو داشتم اجرا می‌کردم، اون پارامترها درون اینها درون آرگوی درست قرار میگیره. آرگسی هم تعداد پارامترهایی هست که من در آرگوی به برنامه ارسال کردم. خب این هم شما به عنوان یک دانستنی داشته باشید. به هر حال اینها یک سری مطالبی هست که شما یک بار از یه جایی بعد به گوشتون خورده باشه، الان شاید خیلی درکش نکنید و با مفهومش شما فعلا سختتون باشه مفهومش رو درک کنید، ولی به هر حال از یه جایی بعد شروع بشه، یه جایی به گوشتون باید خورده باشه و دیده باشید که جلوتر که میریم با اینها بیشتر شما آشنا خواهید شد. خب این اولین برنامه‌ای که نوشتم توسط کامپایلر سی باید ابتدا به زبان ماشین تبدیل بشه. چنانچه من GCC رو بنویسم و جلوش اسم فایل برنامه‌ام رو بنویسم، برنامه من کامپایل میشه و یک فایل اجرایی برای من ساخته میشه
و چنانچه در همون کامند پرامپت در ویندوز من اسم برنامه رو بنویسم و اینتر کنم، برنامه من به اجرا در میاد. البته اجرای برنامه معمولا به این طریق ما انجام نمیدیم. جلوتر من حالا در وی اس کد این برنامه ها رو یک دو تاشو من می‌نویسم براتون اجرا میکنم که با طریقه اجرای برنامه آشنا بشید. یه مقدار از این حالت ساده تر هست داخل وی اس کد، با توجه به اون کدرانر که نصب کردیم خودش کامپایل میکنه و اجرا میکنه. خب این دومین برنامه هست. ببینید من هلو ورلد رو الان داخل 2 تا خط آوردم، 2 تا دستورالعمل. یکی هلو ویرگول یه فضای اسپیس و ورد رو درون دستور بعدی نوشتم. ولی این رو که اجرا بکنید بازم همون خروجی رو خواهید دید، خروجی که با یک دستور در برنامه گذشته در برنامه قبلی من داشتم. چرا؟ به خاطر اینکه پرینتف خودش کرسر رو انتقال نمیده. کرسر توسط اون بکسلش انی که شما ملاحظه میکنید من نوشتم انتقال پیدا میکنه. بکسلش بهتون گفتم یک کاراکتر کنترلی هست که این کاراکتر کنترلی وقتی که روی صفحه چاپ میشه باعث کنترل کرسر و کنترل اون نشانگر و کرسر من میشه و انتقالش میده به خط بعدی، به ابتدای خط بعدی. خب ما به این بخش توضیحات برسیم. ببینید چنانچه من درون کدم یک سری توضیحاتی نیاز داشته باشم بنویسم برای استفاده های بعدی خودم یا استفاده های برنامه نویسانی که این کدم رو دارن مطالعه میکنن برای اینکه بتونن کدم رو بهتر بفهمن، از یک سری کامنت و توضیح استفاده میکنم. این کامنت ها توسط اگر تک خطی باشن توسط 2 تا اسلش مشخص میشن، اگر چند خطی باشن توسط اسلش علامت ستاره و در انتها ستاره اسلش مشخص میشن. به همین طریقی که شما در این اسلاید ملاحظه میکنید میتونم من این کامنت ها رو مشخص بکنم. در حین اجرای برنامه و در حین دیولپمنت و در حین برنامه‌نویسی هم ممکنه حالا یه دستوری رو نخوام فعلا اجرا بکنم، میتونم کامنتش بکنم که فعلا از گردونه کامپایل خارج بشه و من بتونم حالا تست خودم رو و برنامه‌نویسی خودم رو ادامه بدم با کامنت کردن اون دستور. خیلی ازتون ممنونم که با حوصله ویدیو رو تماشا میکنید. لطفا ویدیو رو لایک بکنید، در کانال سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو فعال بکنید، کانال رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. باز ازتون تشکر میکنم. در بخش بعدی در خدمتتون خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.